خدای شکرت که در خانه هستم نه در بیمارستان. خدای شکرت که روی مبل نشستم نه در بستر بیماری. خدای شکرت که اگرچه دلتنگ هستم ولی به لطف تو امیدوارم. خدای شکرت که بهار و تابستون رو دیدم و پایان عمرم نبود. و خدای شکرت که خورشید با مهر و بی‌منت بر سر ما میتابد. و خدای شکرت که امروز قدر همه داشته‌هایم را فهمیدم و بیشتر از همیشه شکرگزارت هستم. خدای مهربانم، زنده ها را شکر و صبوری، رفتگان را رحمت، بیماران را سلامت، ناامیدان را بشارت ببخشا و از فضل و کرمت. آمین یا رب العالمین. خدای شکر